فکر کنید این یه آدمیه که تو زندگیمونه، همینقدر صافه، همینقدر پاکه، هیچ چیزی نداره دیگه، همینقدر قشنگ و صاف و به خاطر مشکلاتی که حالا ما خودمون رو قانع میکنیم تو زندگیمون داریم، هی میایم اینو اذیتش میکنیم، هی یه کوچولو اذیتش میکنم، هی دوباره اذیتش میکنم، ناراحتم، اذیتش میکنم، هستم سرش خالی میکنم، یه وقتایی قصه دارم فکر کنم اون مقصره، سر اون خالی میکنم، بد میشه، ناراحت میشه به خاطر من، به خاطر اتفاقایی که شاید مقصرم نباشه ولی من ناراحتش میکنم. چیزی دیگه از قبل ازش نمیمونه. حالا هی میام ازش معذرت خواهی میکنم، میگم ببخشید عزیزم، ببخشید من ناراحتت کردم، از قصد نبوده، سوء تفاهم بوده، ببخشید ناراحت شدی، من نمیخواستم تو رو ناراحتت کنم، ببخشید عزیز دلم. بچه ها مثل قبلش شد؟ نه. مواظب حرفاتون، کاراتون، چیزایی که به بقیه میگید، حتی اگه شده روی شوخی، شاید خودتون رو قانع کنید بگید من دارم شوخی میکنم، من دارم یه چیزی همینجوری بهش میگم و روی قصدانیتی نیست، ولی اون آدم توی وجود خودش وقتی نگه داره دیگه هیچ وقت مثل روز اول با شما نمیشه. مواظب رفتاراتون باشید.